از این درک ماشین میتونه یا نه این الان این قسمت انجام شده این رفلکتور همین مشخص شب رنگ داره بقول خودمون به این شکل. البته من اینو انجام ندادم، یکی از همکارا داره انجام میده، من فقط اون قسمت پشتش انجام دادم. این میاد و قراره این بشه به این شکل شده. این ورش هم الان من انجام داده بودم، این طرفش هم این همکارم انجام داده، در واقع اینو فعلا با مگنت فیکسش کرده تا بیاد فردا بقیه‌اش انجام بده. این هم تموم بشه یه نوشته هم میاد رو کاپوت جلو و فکر کنم تموم بشه. آها یه سری نوارم هست، یه سری نوار 2.5 سانتی هستش که مثل این دور تا دور ماشین میچرخه. بیسی هم اینجا داره همین رو سقفش هم داره.